یه روز رفتم توی یک اداری، شروع کردم به داد و بیداد کردن. از بس زمان برده بود و طول کشیده بود کارم. بعد رئیس اداره اومد بیرون و از من شروع کرد بلندتر داد زدن. منو برد تو اتاقش، گفت نبی نگاه کن، تا الان کمکت میکردم. ما مدیرا 2 تا کشو داریم تو میزمون. یک کشو تمام بخشنامه‌هایی که کار شما رو راه میندازه. یک کشو هم داریم بخشنامه‌های کاملا قانونی که پدر شما رو در میاد. اگه یک بار دیگه تو اداره من داد بزنی، این کشو رو میبندم، این کشو رو باز میکنم. دقیقاً درست. بخشنامه دارن که کمر تولید رو بشکنن. قانون دارن که تولید رو متوقف کنن. دستورالعمل دارن که کارخونه رو تعطیل کنن. یک چیزی به من بگو، این صهیونیست نیست کیه؟ این نفوذ نیست کیه؟ امضای پایین اون دستورالعمل رو یک صهیونیست زده.